عسل بیا. عسل بزرگ شده. اینم مامانی دیگه خودشو کنم مامان بزرگ شده. ولی پشمالو هنوز نیومده ها. از حال پشمالو بهتون خبر بدم. آخرین باری که اومدم پاش میلنگید، گوشش هم یه روباه کنده بود، یه ذره زخم کرده بود، چون که اینجا روباه داره. از نگهبانی شنیدم روباه داره میاد صبح به گربه ها آسیب میزنه. احتمالا این بچه ها رو میخواسته بزنه، بعد پشمالو رفته باش مبارزه کرده، جنگیده، زخمی شده تفلک پشمالو. این نرم زخمی شده. من ولی فکر کنم با این نره